50% of Iranian university students are women, and the female illiteracy rate has decreased from 75% to 10% over the past 30 years. But there's still an ongoing debate about women's rights and gender equality in Iran. In this edition of Iran Today, we'll take a closer look at the women's issues in the Islamic Republic. حقوق یکسان منتها متناسب هر کس و هر شرایطی. قضیه حقوق برابر نیست، ولی اصلا تو ایران به زن بها داده نمیشه. مسئله اینه. چون با پشتکار خودشون میتونن به اون جایی که میخوان برسن. ولی خب از یه سری نظرها بیشتر از آقایون موانع سر راهشون هست. فرهنگ ما نمیطلبه که زن هر کاری رو انجام بده مثل کشور اروپایی. ولی این حق زن باید بهش داده بشه، حق مردم باید بهش داده بشه. زن‌ها خیلی زیاد رعایت نمیشه تو ایران، نسبت به کشور خارجی خیلی کمتر رعایت میشه. The Iranian women's movement in the form which can be seen today first emerged at the same time of the constitutional revolution some 100 years ago. Ever since, the movement has had its highs and lows. بحث حقوق زنان یه بحث دراز مدتیه، یعنی اگر بخوایم به پیشینه فعالیت‌های زنان در جنبش زنان حداقل بپردازیم در بعد احقاق حقوق، میتونیم بگیم بعد از مشروطه، یعنی 100 سال میگذره که بحث حقوق زنان، این از زمانی که بحث قانون اساسی مطرح شد بحث حقوق زنان هم مطرح شد و از اون زمان ما میبینیم که برای تلاش زنان برای اینکه بیان تو حوزه آموزش، ما اون موقع هنوز آموزش برای زنان هم وجود نداشت، برای اینکه بیان مدرسه سازی، سواد آموزی، بعد از خونه ها بعد وارد مدرسه بشن، اینا اولین حرکت های زنان در حوزه حقوق اجتماعی بود. بعد تو قوانین مدنی میبینیم که این قوانین به هر حال تو یک دهه، یعنی تو دهه 40 تلاشایی که زنان میکنن برای اینکه بتونن قوانین رو به یک سطح به هر حال حقوق بشری برسونن یا قوانین مدنی رو بتونن به سطح حقوق برابر برسونن، زمانی هستش که مثلا زنان میتونن حق طلاق بگیرن، لایحه حمایت خانواده تصویب میشه تو دهه 40 و بعد مجددا بعد از انقلاب میبینیم که تمام این موارد تغییر میکنه و هم قانون حمایت خانواده لغو میشه و هم خیلی از حقوقی که توی قوانین مدنی برای زنان به دست اومده بود. بعد از انقلاب بیشترین تلاشی که در واقع میشه در حوزه حقوق زنان تلاشی هستش که ما به جای اینکه خب بریم جلو برگشتیم عقب، یعنی بعد از انقلاب در حوزه حقوق زنان ما عملا خیلی از دستاوردهای حقوقیمون رو از دست دادیم و بعد توی این 30 ساله تلاش شد که دوباره به دست بیاد و الان من میتونم بگم که ما هنوز به 30 سال پیش که نه، یعنی هنوز به 60 سال پیش نرسیدیم. زنان بعد از انقلاب ما معتقدیم یه نگرش کلی نسبت به حق و مسئولیت در دیدگاه حکومت اسلامی وجود داره که این به کلی متفاوت با رویکرد غربی و نظام که در قبل از انقلاب در ایران وجود داشته، چون منبعث از یک دیدگاه غربی و فقه اسلامی بوده. برخی از مفاهیم حقوقی منطبق بوده با مفاهیم اسلامی و اما برخی از اون با مفاهیم اسلامی ارتباطی نداشته و برگرفته از آموزش‌های غربی و یا حقوقی بوده که در کشورهای مختلف مثل کشور فرانسه مثلا مطرح بوده و حقوق ما برگرفته از اونه. اصلاحات مختلفی در این رابطه بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته، ما اون رو احصا کردیم، به تعداد بسیار زیادی است و نمیدونم فرصت وجود داره برای اینکه ما بخوایم در زمینه تمام حقوقی که در حال حاضر تغییر کرده بخوایم صحبت کنیم، چون قانون مدنی ما فرض کنید بیش از 1000 و چند ماده داره و تغییرات بسیار زیادی کرده. الان هم در مقیاس کلانش قوه قضاییه ما و وزارتخانه‌های مرتبط مثل وزارت دادگستری با تعامل با هم دارن یک لایحه جامعی میدن در ارتباط با قوانین مدنی ایران و تغییرات اون و منطبق کردنش با اصول کامل اسلامی.
انقلابی رو با روش‌های مختلفی طی 30 سال گذشته آزموده. اینجا جا داره یه اشاره کوچیکی بکنم، چون گاهی ما رو متهم میکنن که شما فکر میکنید که وضعیت زنان قبل از انقلاب بهتر بوده. نه، ما این ادعا رو نداریم البته، اما جنبش زنان قبل از انقلاب هم در جریان بود که منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده شده بود. اما بعد از انقلاب اولین قانونی که ملغا اعلام شد قانون حمایت از خانواده بود. این یه نقطه عطفی بود در وضعیت زنان در ایران. خب بنابراین زنان کم کم با دیدن کیس های مختلف مربوط به وضعیت حقوقی خودشون این موضوع رو به مطبوعات کشوندن تا جمعی بکنن. سالیان درازی افرادی در ایران قلم زدن تا وضعیت حقوقی زنان رو نمایش بدن. بعد از اون زنان جوانتری به عرصه عمومی آمدن. اونها سعی کردند که با ایجاد تجمعات مختلف در نقاط مختلف شهر این موضوع رو به قضاوت افکار عمومی بذارن. اما متاسفانه این تجمعات به شکل غیرمنتظره‌ای مورد هجوم قرار گرفت. After the Islamic Revolution, women saw serious improvements in their social and political status. In the 1990s, women held some of the highest political positions in the country. و من فکر میکنم این مسیر ادامه خواهد داشت. ما رفته رفته شاهد حضور زنان در پست‌های مدیریتی خواهیم بود. همینطور پس از حضور زنان در پست‌های مدیریتی حساس، تأثیرگذاری اونها رو در نهادهای تصمیم ساز و قانون نویسی هم میشه به تدریج در آینده شاهد بود. به هر حال جامعه زنان دارای همه چیز نیست، ولی در مسیری است که میتواند تحول آفرین باشه و روز به روز در حال توسعه. But today there are still some major shortcomings. جلوی سمت‌هایی که زن تصمیم بخواد بگیره رو میگیرن دیگه، برای اینکه نذارن زن رو رشد بکنن. خب زن‌ها هم باید همهای مردا به هر رده شغلی که دوست دارن دسترسی پیدا بکنن. خب زن‌ها تو هر بخش‌های مختلف مدیریتی دارن خودشون بیشتر نشون میدن و همین باعث میشه که اعتماد مردم به خانوما خیلی بیشتر بشه و جایگاهشون رو محکم‌تر بکنن تو سطح‌های مدیریتی بالاتر. به خاطر یک سری هنوز تفکرات قدیمی شاید جا نیفتاده، شاید هم آقایون هنوز اجازه نمیدن که خانوما مدیر بشن. خانوم نمیتونه قاضی بشه، یه قاضی مرد هیچ وقت نمیتونه حرف خانوم رو بفهمه و قبول بکنه. اکثر مدیرا مرد هستن، کمتر پیش میاد مدیر خانوم باشه. حضور زنها در جاهایی که به اصطلاح به پست های کلیدی برنگرده خیلی پررنگ دیده میشه. ملموس ترین چیزی که آمار رسمی روش ارائه شده حضور اونها در دانشگاه هایی که نزدیک به 70% صندلی های دانشگاه ها رو اشغال کردن. اما شما میبینید که این در پست های تصمیم گیری به این شکل نیست. اساساً اونا حضور پررنگی ندارن. بنابراین من فکر میکنم که وقتی که اونها